Salam, sabr, خوش آمدین. Ali Khirat, hello teacher, how are you? Are you okay? What is this? Hello, Ali Khirat, I'm okay, and you? This is, how can I say? This is a song or... خب Diamond King, سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. Black Sea, سلام، hi. علیکم سلام، خوش آمدین. موسی سلامов, hi. Hello, خوش آمدین. سلام علیکم، یکم لایک خوشخانه بود، بسم الله. و علیکم سلام، خوش آمدین. Diamond King, how are you teacher? How are you my teacher? I'm okay, and you? Are you okay? نمیدونم این افترز که داره نداره که فقط یک کمی چی میگن شوق سرود گوش کنیم اون اومد گفتیم به افیر امروز را 9:15 گفتیم تا 9:15 یکون سرود مونیم و فیلم خیلی مناسب به وضعیت امروزه و خوب افترز کم داشته باشه دیگه افیر را کور میکنیم که مادر تجسترامو سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. دل تنها سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. Is he sing for love message? Is he sing for love message? I don't know. علی خیرت صبر استاد همین کتاب نیافتم دراغ روسیه در گوگل هست کو پرای دراغ в Россию PDF نویسین برای زیاد است. خوب بعضی سایت ها میفروشن محدود است و دیگر سایت ها رو یعنی وقتی میکوبیم میویش بس این موسیقی رو ما نیز دوست میداریم. بله همین نه تنها موسیقی رو همین جان صبوری بسیار شعرهای خوب میخونه. افیر را کور کنید تیچه پراسموتر ساعت رو هم کور میشود. خوب یا کمتر دیرتر کور نمیخی باشه یعنی یک چی میگنم من نتیجه سا گیرون شد کورشون میکنم. خوشخانه با بسیم خوش همه کسا خوش اومدین، سلامت باشین. اپای بسیر 91 نامی همین امین جان صبوری یا که امیر جان صبوری یعنی امیر جان صبوری یا که امین جان صبوری. امین جان ما هم فکر کردم امین جانه لیکن دایی اخیر با فیلم امیر جان می نویسه امیر جان لیکن ما هم با فیلم امین جان شنیدم. خب دیگر ساعت 9:15 شد. امیر جانی صبوری فهمم. این حافظ یکمین بار دیسایم نمیدونم راستش ما یکم رزیم و یکم با فیلم اگر خطا نکنیم یکم 6-7 سال یا 10 سال زیاد شده یعنی سروداشا گوش میکنیم. We will start, yes, okay. برادر کانالی خیلی کانالی خوب است برای نسل جوان شاید نشته باشیم. بله برای نسل جوان نام های فارس زبان ها همین خیلی نویسند. بله کانال خوب است کس نمیدونم کی است. خب اگر همینجا باشنم برادر اگر به پادپیس هم ما شما رو قبول داره یک کس هست نمیدونم کی است یعنی پیش از درس 83 یعنی 383 در وقتی درس 384 میشیم با درس تمام میشه با 383 میشیم با پاگه هم خیلی پیش درس 84 میشیم با درس تمام میشه با 83 میشیم. خوب کسی هستی برادر اگر فقط برای درس پادپیس کرده باشی ما به پادپیس هم قبول داریم. به پادپیس به لایک به هیچ میتونید بیان درس اشتراک کنیم به پول رایگان. خب نام های فرزبون خب ماه تیوی سلام علیکم من شاگرد نه و علیکم سلام خوش آمدین. دایموند کینگ دنیا شما دنیا شما بچه هی صدای شهرت جان سلام علیکم همه کسا اپای بسیر خنده خوشخونه محتوی ویلکام
دنیا ورلد ها بله برادر دایموند کینگ همین فرخوردی یا خیلی دایموند کینگ دسترخوان زیبو سبشه ساده بودم تشکری زیاد دسترخوان زیبو نمیدونم اگه فرخوری کسی هست که خلاص یک 4-5 روز تجربه میکنم پیش از درس 84 میشه بعد درس 83 همین درس تمام میشه و 83 میشه برادر کانال ما رو خبر گیرین میخواستم کانال شما رو رکلام کنیم خب این آوازی ما کانال های دانشجوی فعال خبر میگیریم با فیلم شما آدم نو هستین سعید مراد تیوی حاضر سعید مراد تیوی همین باشه خب این آبونا شدیم برادر عزیز مامور نیر سلام و علیکم سلام خوش آمدین آشخانه با بسم الله زیبا جان خوش آمدید دایموند کینگ فهمه برادر رحمت محتوی خوش باشین آشخانه با بسم الله بسیر 91 تیچه من چیزی گویم فکر کنم همه خیمه براید همو خیرسک دسترخوان زیبا خوش باشید ابا آشخانه دنیا ورلد برادر دایموند در مسکوی سایمرود تیوی بله بسیر 91 زیبا جان خدمت میکنید زنده باشی رحمت ابا جان بسیر دایموند کینگ نه در مسکو نیستم و که سلام از چست و دسترخوان زیبا یافته میفرد تشکر زیاد و که مامور دینایف شاگرد پراگولچیکتون قبول کنید استاد خب انشالله هیچ که پراگولچی نیست افیر قایدش همین یک کسی که وقت داشته باشه میوید یعنی خوش آمدین دنیا ورلد در کجایی بسیر 91 میدونید آخیتی چه 4-5 درس بیاین بعد آبونا شوید خب ما اول آبونا بشن که همون 4-5 درس هم اقلا بیان ممکن در نوسیبرسک برادر جان و که با زبان روسی درس نمیشود زبان انگلیسی با زبان روسی اگر همین منظورتون نباشه نه راسته ما با زبان تاجیکی درس میدیم یعنی همه زبان ها با زبان تاجیکی خب در یوتیوب نویسین با زبان روسی زبان انگلیسی با زبان روسی پر است همون قضیاتی است که دنیا ورلد هم فهمه محتوی دایموند کینگ سربلند باشین دایموند کینگ شما در کجای آشخانه با بسم الله فکر سر درسی روسی چی شد سلام استاد آیشه گل آیشه خوش آمدین حاکم جای فرخوری لایک ازیر کردم تشکر دایموند دنیا ورلد من در استانبول ترکیه سایمرود تیوی برادر بسیارتر درسی انگلیسی براه مونید خب انشالله همون هر بگه درس انگلیسی داریم و هر بگه ساعت 9 با وقت مسکو درس زبان انگلیسی داریم هر بگه آیشه گل هم سینفو سلام حاکم جان و علیکم سلام دایموند کینگ فهمو مراد آخی ما در دیری با ساعت 1:21 فهمو خوب که رمضان تمام شد یکی اگر بود دوستا پیشنهاد کنن که بر وقتش کنیم بر وقتش میکنیم دسترخوان زیبا و علیکم سلام خوش آمدین لایک فراموش نکنین آشخانه آیشه گل سلام بسیر نگه آیشه جان سلام دایموند کینگ مامور شما در کدام شهرین خب مامور نوسیبرسک کی بود است و که نه اکا میگویم که درسی روسی هم تشکیل کنید اگر گپی خطا گفته باشم بخش نه درسی روسی اگر در نظر داشته باشید روسی را نیز در نظر داریم یعنی در روزهای نزدیک
روسی را معذرت در روسیه نزدیک نبود، شاید یکون 2-3 هفته بعد انشالله، یعنی در ماه ایون، یعنی مای تمام میشه، ایون در نظر داریم روسی را، حاضرش انگلیسی در نظر داریم، شاید که یک دو روز پس ترکی را سر کنیم، زبان ترکی کسی که خواهد زبان ترکی را سر میکنیم. دنیا ورلد درس را سر کنیم. خب کامنت ننویسین دیگه، درس را سر کنیم، یا که کامنت هایی که مربوط به درسن همون را نویسین. دیگر صحبت های شخصی توقف کنیم. سلام نواسبایی و علیکم سلام و علیکم سلام اپای بسیر، الله خوش آمدین، الله علیکی و شکل سلام حاکم جان، شکر و رحمت. او را ترکی سر می شود. بله دستر خان زیبا با نزدیک ترکی. بسیر گفتن گیر نام بسیار نگی که شف در ماشین باشد در درخت نزند با بسیر گفتن گیر نام بسیار نگی که شف ماشین باشد در درخت نزند. اگر ما را در نظر داشته باشید بسیر دیگه خیلی نمیگیم نامتون. خوش باشین، سلام باشین، سوز شکری خدا. خب باشه گل ناسبی. خب دیگر یکون کامنت با مربوط به درس نیست. در همینجا 16 نفر است، همین هستیم خود 16 نفر میبره. درس سر میکنین دوستانی عزیز. خب دنیا ورلد آماده هستی؟ دنیا ورلد آماده هستین؟ به خاطر که تمرین است شما باها گذاری میکنین، خال گذاری میکنین. به نام آن که دل کاشانه اوست، به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام علیکم دوستان گرامی، زبان آموزان ارجمند، همگی شما را به افیر درسی نوبتی خوش آمدید میگویم. اگر سلام کسی را علیک نگردانده باشیم پس و علیکم سلام، و اگر کسی را خوش آمدید نگفته باشیم همه کسی خوش آمدید. خب دیروز در همین جا ایستاده بودیم، یعنی در قرار گرفته بودیم تا اینجا آمدیم در تمرین 4. Read the answers، یعنی جواب ها را بخوانید. Then write the question، سپس سوال گذارید. مثلا در اینجا میاد It's Helen, she's my friend، یعنی وای هلن است، وای دوستی من است. پس سوال چی است؟ یعنی اول سوال جواب ها را خوانید، سپس سوال چی است؟ رقم 1 2 3 4 تا آخر ماند و جواب رو نویسید روی کنید، سوال رو نویسید روی کنید. خب اگر خواهید با هم کار کنیم خیلی خوب می شود. Diamond King who that نادرست است. Who is that می شود It's Helen, she's my friend. Who is یعنی ورب تو بی رو فراموش کردیم. Who is that It's Helen, she's my friend. وای هلن است، وای دوستی من است. یا اگر زن باشد، مثلا این را زن گفتسته باشد، یعنی وای دوگانه من است. پس سوال چی است؟ رقم 1. Black Sea who that is. Black Sea جواب نادرست است. جواب نادرست است، ورب تو بی رو فراموش کردین. جواب رو نیا کنیم It's Helen, she's my friend. دنیا ورلد Where are the apples. Where are the apples. دنیا ورلد با فیلم رقم 3 گذاشته، رقم 2 دهیم موزیر با ترتیب رمیم. رقم اصلا رقم 1 گل جواب خیش نیافت. رقم 1 رقم 1 رقم 1. این کودکای من گرمانیا میروند چی زبانی نویسی را درس هست میگن. در اینجا گفتن روسی کی سوال داده باشن. از این مکوی بالا را کمتر نگاه کنم. سر 80 من یافتم. اصول زبانی نویسی درس هست. حاضی نیست لیکن در نظر هست. یوسمین حاضی نیست لیکن در نظر هست. Black Sea who eats that نادرست است. Black Sea سوال نادرست است. دنیا ورلد who that. دنیا ورلد جواب درست است، سوال درست است، یعنی ترتیب سوال درست است. دنیا ورلد who that یعنی who is that می شود. و شگل اپای روز انگلیسی را می فهمین.
дар саволу шахсиро хоҳиш мекунем ба ахири эфира гузорем. Дар ахири эфир 10-15 дақиқа саволу шахсӣ мешава, яъне бо ҳам байни худ суҳбат мекунем. Сабр устоз дарога Россия як харам ё ду. Ихтиёр доред, як барои навёдгиро элементарни уровень, як ва ду дора, се дора, намедонам 4 дора надора, иша намедонам русти, ҳанӯз се шуда медонам. Дорога в Россию як, яъне элементарни уровень. Black Sea дуюм. How many pastors do you have? Do you haven намешавад. Black Sea do you haven намешавад. خب якум савола ҷавоб додан. Дунё вол ҷавоб доден. Дуюм саволда мегзарем. Дуюм савол. ҷавобро нигоҳ кунед. I've got 3 pastors. I've got 3 pastors. Яъне ман 3 плакат дорам. Пас савол чӣ мешавад? Дунё вол how many pastors you have got. Нодуруст аст. Дунё вол ҷавоб нодуруст аст тартиби саволгузорӣ. Али хират. How many pastors do you have. Нодуруст аст. Али хират тартиби саволгузорӣ нодуруст аст. ҷавобро нигоҳ кунем. I've got омадааст. I've got. Мо have got, has got-ро гузаштем. Вақте have got, has got биёяд, пас савол чӣ меяд? Рақами 2. мавзӯи have got ва has got-ро якамтар дар ёд биёрем. Have got ва has got. How many pastors? То инҷа дуруст аст. То ҳаминҷа савол дуруст аст. How many pastors? Дунё вол have you got pastors? Нодуруст аст. Дунё вол how many pastors? То ҳаминҷа дуруст аст. Давомаш. How many pastors? Давомаш. You have. Али хират савола агар ба программа менависем хуб мешид. How many pastors do you have? You have you. ҳолям ҷавоб пра нест. яъне савол пра нест, яъне саволи рақами 2 ҳолям пра нашидааст. Дунё вол how many pastors you have got. Нав пра шуд. саволи Дунё вол дуруст аст. Дунё вол дуруст. Касоне ки то ҳозир ҷавоб доданд метавонанд аз Дунё вол нигоҳ кунанд. How many pastors you have got. маъзарат бахшиши зиёд ҳолям нодуруст аст. Дунё вол маъзарат ман камтар саросма шидам. Дунё вол ҳолям нодуруст аст тартиби саволгузорӣ. How many pastors то инҷо дуруст аст. How many pastors? Али хират. How many pastors have you got? Бале. Акнун пурра шуд. Али хират ҷавоби дуруст доданд. Дунё вол Али хират ҷавоби дуруст доданд. Diamond King. How many pastors you have got? Нодуруст аст. Diamond King. Нодуруст аст. Дунё вол how many pastors have you got? Нав дуруст шуд. Have you got. ба хотире ки ҷавобро нигоҳ кунем. I've got омадааст. I've got. Do you have дар сурате мешавад ки I have 3 pastors агар бошад. дар инҷо ҷавоби Али хират дуруст аст. Diamond King how many pastors have you got? бале. аллакай Али хират ҷавоб додам. خب دنیا ورد درست. علی خیرات درست. How many pastors have you? Black Sea جواب علی خیرات و دنیا ورد و نیا کنین پورا میشود. بگذاریم بر رقم 3. در رقم 3 میگه که there on the table. There on the table. There on the table. Now پورا شد سوالتون. Black Sea سوالتون پورا شد. یعنی ترتیب سوال پورا شد. یعنی جواب درست. رقم 3 there on the table. اونها در بالای میز هستند. پس سوال چه خیلی است؟
Where are the apples? Where are the apples? بله درست. دنیا ورلد جواب درست. دنیا ورلد جواب درست. Where is the apple? Diamond King ترتیب سوالگذاری نادرسته به خاطر که اینجا جمع است. یعنی کلمه جمع apples یعنی جمع می شود، یعنی شکل جمع کلمه است. بنابراین وقتی سوال کنیم از شکل جمع استفاده میکنیم. میگذاریم بر رقم 4. It's on the 12th of November. یعنی وای در 12 نوامبر است. چی است همون وای؟ همون زادروز است. پس معلوم میشد که درباره زادروز پرسیده است. یعنی زادروزی پتر کی است. خب سوال چقدر میآید؟ Diamond King, where are the apples? Where are the apples? درست. جواب دادن الکی ای رو در بالا جواب دادن. رقم 4. وقتی که یک جواب درست آمد تمام دیگه خواهش میکنیم ننویسین. از روی همون نگاه کنین با خود یک فایده بگیرین تمام. کفایت میکنه به خاطر که کامنت زیاد نشود و دوام تیم. رقم 4. یعنی میگه زادروزی پتر کی است؟ زادروزی پتر روزی 12 نوامبر است. سوال چقدر میآید؟ When is Peter's birthday? When is Peter's birthday? دنیا ورلد جواب درست است. دنیا ورلد جواب درست است. علی خیرات جواب درست است. علی خیرات جواب درست است. Diamond King, when is Peter's birthday? Diamond King جواب درست است. Diamond King جواب درست است. Black Sea, what time is Peter's birthday? What time? خب what time در اینجا طوری نمیگیرد بخاطر که درباره ساعت قبل رسیده، یعنی زمانش وقتش مقصد. خب در اینجا درباره زمان وقت نرفته، درباره روز قبل رفته. خب جوابی درست پیدا شد دیگه در این سوال جواب ننویسین خواهش. میگذاریم با رقم 5. با رقم 5. It starts at 7:30. وای ساعتی 7:30 آغاز می شود. چی؟ یعنی همون شب نشینی. پس در اینجا میتونیم سوال گذاری کنیم. رقم 5. ترتیب سوال گذاری رقم 5. What time start the party? What time start دنیا ورلد what time در اینجا فکر میکنم داز میآید. What time start the party کمی نادرست است. Diamond King, what time is the party start نادرست است. علی خیرات, what time is the party? What time does the party start? What time does the party start? شاید که این خیلی درست تر باشه. خب اگر خطا کنیم باز اپای بسی 91 هم جاستین. در اینجا کدام سوال طوری میگرد؟ What time the party start یا که what time does the party start? Diamond King, what time does the party start? با فکر من خیلی طوری تر میگیرد. علی خیرات no does به خاطر چی no does علی خیرات؟ What time does the party start? یعنی does فعل یاری دهنده شکل سوالی است و what time از جمله سوال های WH question است. شما گفتین does نمیاد به خاطر چی؟ میتوانین شرح دهید؟ خب با فکر من همین جواب دنیا ورلد درست است. دنیا ورلد جواب درست است. دایموند کینگ جواب درست است. خب علی خیرات اگر یکم پیشنهاد داشته باشین مرحمت بفرمایید. Black Sea, what time the party start? What time the party start? علی خیرات present simple. present simple does نیز از جمله present simple است که خب اینجا یعنی ما دعوا نمیکنیم که ما خوب میدونیم یا برادر دیگه خوب میدونه یا دیگه کس نمیدوند. خب برای فایده همه میرویم به سراغ present simple. یک لحظه یا اول با WH question بیایم. خب شاید ما خطا کردیم در اینجا what time نگاه کنیم what time do you get up
علی خیرات what time do you get up. خب در اونجا فعل جانشین شخصی یعنی چی نیست، مخاطب نیست، یعنی غایب است، در غایب does میاد. What time does the party start. دوستان گرامی هم درست است، یعنی همین پیشنهادی که ما کردیم درست است. علی خیرات منظور یعنی همین طرز چخیل است. What time does the party start. What time از جمله سوال های کلمه های سوالی یا که نامون WH question و do فعل یاری دهنده در اینجا مخاطب یو است و در اونجا غایب است، پس does میاد. What time does the party start. درست است. خب ابو جان رسول سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدید برادر عزیز. خب میرم به سراغ تمرین. کجا شد؟ present continuous present simple. ولی موضوع ما درس یعنی دوام present simple است. خب رقم 5 جواب خودش یافت. میگذاریم به رقم 6. در اینجا میگه she is not very well. she isn't very well یعنی وای خوب نیست، وای خوب نیست. پس سوال چخیل میاد؟ رقم 6 ترتیب سوال گذاری. How is your friend. دنیا وال جواب درست است. How is your friend یعنی چخیل ما میگیم که how are you. در اینجا درباره غایب گفته است، به همین خاطر how is میگیم. Your friend شخص سوم مثال میخواد. How is your friend. دنیا وال جواب درست است. How are you friend. بلکسی جواب نادرست است. دایموند کینگ جواب درست است. خب دیگر توقف میکنیم جواب درست پیدا شد. How is your friend جواب درست. میگذاریم بعد تمرین دیگر. تمرین رقم 5 میگوید put the words in the correct order یعنی کلمه ها را با ترتیب گذارین. در اینجا نگاه کنیم اردلش آمده است، یعنی are old you have یعنی اردلش است. write true answers بعدا میگوید جواب درست را بنویسید. اول رقم 1 میگذاریم مثلا جواب را درست میکنیم، یعنی جواب شکل ترتیبی شکل منظم مرتبش چی است و جواب میگیم. هر کس از پیش خود جواب گوید. رفتیم. خب دایموند کینگ how old are you. how old are you جواب درست، سوال درست است. جواب هر کس جواب از پیش خود بیاد. دنیا ورلد how old are you درست. خب دایموند کینگ جواب درست. علی خیرات جواب درست. دنیا ورلد جواب درست. دایموند کینگ I'm 16 بله 16 یعنی من 16 یعنی 16 ساله هستم. جواب درست. رقم 1 بلکسی how old are you جواب را بلکسی خواهش میکنیم پراتر نویسین. دنیا ورلد I'm 28 years old درست. بلکسی how old are you 13 یعنی I'm 13 years old نویسین خوب میشود. دایموند کینگ when's your birthday. when's your birthday. علی خیرات when's your خب when's your birthday. when's your birthday درست است. علی خیرات جواب درست. دایموند کینگ جواب درست، یعنی سوال ها یعنی با ترتیب درست. پس جواب شو گردونید. دایموند کینگ my birthday is September 10th یعنی my birthday is 10th on 10th on 10th September on 10th September می شود. این خیلی درست تر است. رقم 2 my birthday on 10th September این خیلی درست تر است. یا of September می شود on 10th of September مثلا. دسترخوان زیبا my birthday is May 25th درست. دسترخوان زیبا جواب درست. علی خیرات I am 20 years old
I am 20 years old. I am. علی خیرات I am. I'm. خب دیگر apostrophe نگذاشته نیستیم. جواب یعنی قبول است. I'm 20 years old. Black Sea. When's your birthday? 13 December. 13th of December بشه خوبتر میشه. 13th یعنی مثلا 13 میشود. Where do you live in town? Where do you live in town? Where do you live? خب میگذاریم بعد رقم 3 دو. It is 12th July. It's 12th July. July علی خیرات بعد از L یک Y میاد تمام. July بعد از L یک Y حرفی Y میاد تمام. درست. 12 درست. میگذاریم بعد رقم 3 where live you. اول با ترتیب بذاریم. دنیا ورد استاد به خطا نوشتنم به نظر گیریم یا کی نه کسی چه به خطا نفهمیدم. استاد به خطا نوشتنم به نظر گیریم یا کی نه، یعنی همین جواب درست باشد خب از روی گراماتیک خب از روی معنا یعنی قبول می شود. اگر چیزی را نفهمیده باشم باید بگه تکرار کنین. به خطا نوشتنم به نظر گیریم. البته یعنی وقتی یک از به خطا می نویسد این معنی را دارد که جواب را کامل نوشته است، پس به نظر می گیریم. رقم 3 بعضشون خطا نوشته استند. گفت وقتی که ما میگم که جواب درست است همون را در نظر همون را شما بنویسید. مثلا وقتی میگیم جواب درست جواب اصلاحشون میکنیم کو. خب دستر خون زیبا I am 25 years old. I am 25 years old. خب Diamond King where do you live. سوال درست. Black Sea where do you live. نیویورک نه دنیا ورلد. Diamond King درست جواب درست. Black Sea Black Sea where do you live. Where do you live درست. فقط جواب یه جای نقطه نقطه رمونین. مثلا I live in. Where do you live. علی خیرات درست. Diamond King I live in نواسیبیرسک درست. دنیا ورلد بعدشون میخواد. خب علی خیرات I live in Moscow درست. دنیا ورلد اوکی. علی خیرات سیوم I live in Moscow درست. I live in Moscow درست. فقط I در زبان انگلیسی دویم با حرف کلان نوشته می شود. معذرت ایجاد برادر علی خیرات I با حرف کلان نوشته می شود. خب در اینجا هیچ کنم باقی نداره لیکن برای دیگران فایده باشه به اون خاطر ذکر کرده استیم. I همیشه با حرف کلان نوشته می شود. میگذاریم به رقم 4. رقم 4 اول با ترتیب گذارین بعد جه کنین یعنی جواب چی می شود. Food what's favorite your. Food what's favorite your. پس سوال مرتب چخیل است. Where do you live. در سرخون زیبا درست درست. رقم 4 ماما بلاگر تجه 14 لایک همتون خدا ساز باشین. گپ زدن نمیتونم بخشش باقی ندارد. خوش آمدین. تشکر برای آمدنتون و برای لایک داشتنتون. Diamond King what's your favorite food. درست. Diamond King درست. ترتیب سوالگزاری درست. Diamond King ترتیب سوالگزاری درست. Black Sea who's your favorite food. Black Sea نادرست. ترتیب سوالگزاری نادرست. Diamond King یک جک نین یعنی جواب چی است نویسین. My favorite food is a burger. درست. جواب درست. Diamond King جواب درست. Diamond King جواب درست. دسترخوان زیبا I live in Turkey. I live in Turkey. دسترخوان زیبا جواب درست. دسترخوان زیبا جواب درست. یا اون کس دیگه هست رقم 4 سوال شب نویسه جواب شب نویسه. پس سوال پیدا شد یعنی ترتیب سوال گذاری. What's your favorite food. یعنی طعام دوست داشته تو چی است.
پس جواب نویسین. علی خیرات sure. What's your favorite food? My favorite food is meat. جواب درست. علی خیرات جواب درست. سوال با همراهی جوابش درست. علی خیرات سوال با همراهی جوابش درست. Lexi, what's your favorite food? ترتیب سوال گذاری درست. Lexi لطفاً جواب رو نویسید. جواب. My favorite food is mantu. دسترخوان زیبا درست. جواب درست. جواب خیلی خوب. Blacksy eats pizza. درست. Blacksy جواب درست. Blacksy جواب درست. زندگی زیباست. سلام استاد، زنده باشید. تشکر زیاد. زندگی زیباست. خوش آمدین. تشکر برای آمدنتون. بصیر 91. اوه زیبا جان. بله دسترخوان زیبا. خیلی جوابی خوب نوشتن. منتو. خب دیگر رقم 4 رو که جواب داده باشیم میگذاریم با 5. رقم 5. Favorite your singer who's? عایشه غلاموف سلام علیکم. من امروز ای درس دیر کردم همیش بزیب. بخیر است عایشه غلاموف. خب دوامش با هم میریم. ما زیاد نشید. نه یک تمرین کار کردیم. اینو میره کار کردیم. یعنی 6 جمله کار کردیم و الان در اینجا رسیدیم. خب اولی درس میتونین از کانال تماشا کنین. تمرین رقم 4. خوش آمدین عایشه. رقم 5. Favorite your singer who's? ترتیب سوال گذاری چخیل می شود؟ رقم 5. یاسمین همینجا هستین؟ یاسمین عبدالبصیر. Time is gold. Diamond King. Who's your favorite singer? درست. Diamond King. ترتیب سوال گذاری درست. I'm favorite singer is Arash. جواب نادرست است. Diamond King. ترتیب سوال گذاری تون درست است اما جوابش نادرست است. دنیا ورد. Who's your favorite singer? دنیا ورد جواب درست. ترتیب سوال گذاری درست. عایشه غلاموف این چخیل نام زنانه نسب. دنیا ورد. دایموند کینگ. سوال ترتیب سوال گذاری تون درسته هر دوش اما جواب ها منتظر جواب ها هستیم. آشخانه با بسم الله زیبا جان ترکیه و کدام زبان که صحبت میکنید؟ دنیا ورد. My favorite singer is امین جان. اوکی. دنیا ورد جواب درست. دنیا ورد جواب درست. ترکیه اپا جان دسترخوان زیبا. My favorite singer is Arash. Okay. Diamond King جواب درست. Diamond King جواب درست. Lexi, who's your favorite singer? It's Abby. درست. بصیر 91. I have many favorite singers. Okay. درست. جواب درست. بصیر 91 جواب درست. علی خیرات. Who's your favorite singer? I don't have favorite singer. Please teacher. Okay. سوال با همراهی جواب درست. علی خیرات سوال با همراهی جواب درست. خب میگذاریم به رقم 6. رقم 6. Cities got have many. You have. How many? You have. خب ترتیب سوال گذاری چکل می شود و جواب چکل می شود؟ علی خیرات. I don't like any singer. Why? Are you
Do you like Sami Yusuf? Do you like Sami Yusuf or Maher Zain? آزو در پیشم آدم آواز پست هیچی را نمیفهمم. خب بو که ندارد. Diamond King, how many you have CDs got? یک لحظه. How many نادرست است. Diamond King ترتیب سوال گذاری نادرست است. علی خیرات yes. Do you like? Yes. Why you said I don't like any singer? You like Sami Yusuf, you like Maher Zain, you like Mishari Rashid, you like another singers. It's okay. Diamond King, how many have you got CDs? How many have you got CDs? جواب درست. Diamond King ترتیب سوال گذاری درست. How many CDs have you got? How many CDs? How many جواب بولوگی تو درست است. نام نوشتن این درست است. How many CDs have you got? درست. عایشه غلاموف بصیر این نام دخترچم فامیلش حرفی اش ندیدم باید منو نموندم همین خیلی رجیستر کردم اکاونت ما. خب آشخانه با بسم الله. My favorite singer is افاسی. خب علی خیرات how many CDs have you got? درست. علی خیرات ترتیب سوال گذاری درست. I have got 3 CDs. جواب نیست درست. جواب با همراهی سوالش علی خیرات درست. دنیا ورلد درست. Diamond King درست. Black Sea how many CDs می شود در اینجا. Black Sea how many CDs have you got می شود. ترتیب سوال گذاری نادرسته. خب میگذاریم با تمرین دیگر. Look at exercise 5. میگه با مشق پنجم نگاه کن. بنگرید ask and answer right. میگه سوال جواب کنید و نویسید. مثلا همین جوابهایی که در اینجا دادین همین ها مثل وظیفه خانگی است، تمرین است. همین وقتی که رو پر کردین پس از روی همون سوال جواب میکنین. چخیل مثلا how old are you? I am 9. در اینجا نگاه کنیم یکم سوال how old are you بود. How old are you? How old are you بود. خب با همون خاطر در اینجا نگاه کنیم که یکم سوال how old are you داده است. I am 9. من 9 ساله هستم. خب این رو موافقی همون بالا پر میکنید. خب ترجمه میکنیم. دیگر کسی که پر کرد کتاب داشته باشه پر کنه. Name نام میشود. Name نام. خب اینها چیزی مهم هستند. یعنی همین چیزی که در اینجا دیدستین اینها خیلی مهم هستند به خاطر که وقتی ما به یکون بانک میرم یا که مثلا یکون چیز رو از اینترنت پر میکنیم یعنی بلیت الکترونی است مثلا یعنی خب دیگر چیزی که مثل رجیستراسیون است در فرودگاه ها اینها مهم هستند. یعنی نیم نام ایج عمر نیم نام ایج عمر birthday زادروز روز تولد address یعنی عنوان. خب دیگری سه سوال باقی موندهش اونقدر مهم نیست در فرودگاه و خیلی گفتین در اینترنت یا اونجا. خب همچون سوال آورده است favorite food. خب این در یکون رستوران شاید که سوال شود. favorite food یعنی طعام دوست داشته. favorite singer سراینده دوست داشته. number of CDs یعنی دیسکی رقمی دیسک همون با تاجیکی ترجمه تاجیکیش CD می شود که قرص فشرده یعنی کامپکت دیسک می شود. کامپکت فشرده می شود. دیسک قرص می شود یعنی دایره قرص می شود. پس یعنی قرص فشرده. اما در یگان وقت شما نمیشنید که قرص
фишурда гӯянд, фақат калимаҳоро тарҷума кардем. Дар ҳама ҷо CD мегӯянд. CD яъне ки ҳамун диск, яъне рақами диск ёки рақами CD. خب write about your friend میگه درباره دوستت بنویس. خب در این جای خولگی مثلا درباره دوستت یگان چی بنویسی؟ مثلا my friend Peter he is 9 مثلا وای 9 ساله است. birthday مثلا روز تولدش his address مثلا عنوانش. خب در همین جا تمرین ها از روی کتاب مثلا تمام شد. معلومه در امروز دو نمونین. خب دنیا ورد قطعی گپ زنین. دنیا ورد اگر دو نمونه تمام. حاضر دیگه قلم دفتر در دست دنیا ورد است. یعنی همون رو یکان سنبت جخین تمام. شوخی میکنین. خب اینجا یک موضوع نو سر می شود. present continuous. ما و شما present simple رو گرفتیم. دنیا ورد اگر جنبش کنه خوب میشه. تو یک دقیقه دیگه من گپ میزنم. present continuous. present simple رو گرفتیم دوستان عزیز. present simple زمانی حاضره ساده وقت استفاده می شود که یک چیز را ما از روی عادت انجام میدهیم. مثل اینکه ما هر روز طعام میخوریم، مثل اینکه ما هر روز به مکتب میرویم، مثل اینکه ما هر روز از خواب میخیزیم، مثل اینکه ما هر روز نیاز به آبوزی داریم یا ما نیاز به یک ماه یک بار سفر داریم دیگر مثلا. اما present continuous با نشود زمانی حاضره دوامدار. زمانی حاضره دوامدار یعنی اون چیزی رو که ما عین زمان انجام دادستیم. مثلا I'm teaching you. I'm teaching. من درس دادستم. من یاد دادستم. یعنی عین زمان. شما چیکار کردستین؟ مثلا you are listening. You are listening. شما گوش کرده ایستادین. یعنی که you are learning. شما آموخته ایستادین. یعنی هر چیزی که در عین زمان انجام می‌یابد. این رو می‌گذاریم بعد درسی آینده یعنی فردا. خب یک لحظه یک چند کامنت را بالا رفته که از روی کامپیوتر نگاه کنیم خوب میشه. در اینجا Diamond King address Blue Street Diamond King favorite food burger Diamond King number of city الله ولی که معلم دو نمونه ایرو خوندیم. Diamond King name دلشاد آشخانه و بسم الله age عمر. Diamond King I do not know what to write about my friend آشخانه و بسم الله birthday روز تولد. بله Diamond King 13. چسبی دوستان. الو یگان کسی یگان چی نویسد افیر چسبید یا که سوزه 13 خال علی خیرات 9 خال دنیا ورلد 7 خال بلک سی 6 خال دسترخوان زیبا 5 خال جای اول با دایموند کینگ. بله جای اول با دایموند کینگ جای دوم با علی چهارم و پنجم. یگان ولوگ آشخانه سلام علیکم سازین خوبین و علیکم سلام خوش آمدین. آشخانه تیجه عایشه گلامو نه صبر تیوی السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین. دایموند کینگ سو نواموز پست با نزنید ما من رنگی من دنیا من رنگی نواموز من خوب نه سازه نو آمد آواز نغزمیتون همه کسا شکر خوبیم خوش آمدین. علی خیرات ایتس اوکی عایشه گلامو سازه ایفیر بلکسی رحمتی کلان دنیا علی خیرات سام تایم ولوگ آشخانه تیجه چسبیده ستای کم خب معذرت دوستان برای چسبیدن نمیدونم سبب چی باشد. Diamond King загрузка мена ефир дунё world шӯхӣ мекунам ошхона муҳим баҳо нест муҳим он аст ки ягон чӣ ёд гирем. бале Айша Гуламов часпид эфир икарат ошхона дунё раиси синф ҳамая бо як чашм мебинад. хоб аллаҳ виле ки ма изо мекашам. фархори салом валайкум салом хуш омадед.
خب دوستان در همینجا درس امروزه ما به انجام رسید. خب اگر بخواین 15 دقیقه دیگه صحبت کنین، اگر صحبت نداشته باشین، اگر سوال داشته باشین، اگر پیشنهاد داشته باشین بفرمایین. اگر نه این و نه آن داشته باشین پس افیر را قطع کنیم. دنیا مثال همه به 5 یا همه به 2. پناه خدا. مایلش خوب برادر فرخاری، در پناه خدا باشین. تشکر برای آمدنتان. تشکر زیاد برای همتان. رحمت کلان برای آمدنتان. خب نه همه فعالن. خیلی پناه خدا. مایلش خوب. لایک ازیر کردم. تشکر زیاد. مده 5 نمیزه با ایروز تی خیرس مایلش خیلی در پناه الله باشین. مده باشین. من رحمت که آمدید و دستگیری کردین. استاد سلامت باشین. در سرخان زیبا شما نیز خوش آمدین. دنیا ما امروز دو گیرک آشخانه بچه ایجا چی گپ. Please teacher, what is your favorite food? My favorite food is sambusa. خیرس نیسته که الله ویل که قرصه خوب برای ما بله آشخانه معلم قطعی شاگردو کنسرت. عایشه خیر برای بهای 2 ایروز خوش باشید. خب دوستان گرامی تشکر برای آمدنتان، برای لایک گذاشتنتان. صحتمند و سلامت و سربلند باشین تا درس‌های آینده. و ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. Diamond King استاد رحمت کلان спасибо большое, thank you. تشکر سلامت باشین. Diamond King не за что, you're welcome. آشخانه کجا جان. Diamond King çok teşekkür ederim, rica ederim. Ben size teşekkür ederim. Valla آشخانه تجه من آمدم. خوش آمدین. علی خیرات. Why is samsa not other food? I don't know. Some people like some food. I like sambusa. I like mantu. It's national our food مثلا. مثلا مایلی خیام کسا صبر در پناه الله باشین. استاد شب خوش. خداوند نگهدارتان باشد. تشکر زیاد. استاد رحمت کلام برای درس. سلامت باشین. خوش آمدین. Okay, see you next class. See you tomorrow. Bye bye. یوسمین دستر یوسمین عبدالبصیر شبی خوش. خداوند نگهدارتان باشه. Diamond King شبی خوش استاد. Good night my teacher. Thank you. Good night. شبی خوش به شما نیز. علی خیرات. God bless you teacher. آمین. تشکر. Thank you. الله ولیگی پناه به خدا. تشکر. Good night. Good night. Diamond King goodbye. See you next time. بسیر نماجک رحمت. سلامت باشین. خب یه فیره ختم میکنیم.